به نام خداوند مهربان. خوش آمدید دوستان عزیز، با من سنا عزیزی. باز هم با یک داستان جدید از چینل یوتیوب داستان کده. سابسکرایب یادتان نرود. دختر چشم وحشی. روز آفتابی ماه میزان ساعت 9 قبل از ظهر بود و من قرار بود خود را آماده کرده بروم سوی مصاحبه کاری. کردش را در یکی از سایت های اینترنتی دریافته بودم. چون دختر ساده و آرام اما برعکس عصبی بودم، مادرم نمیخواست من را تنها بفرستد. او هم همراهیم رفت تا دلم نلرزد و با جرأت بتوانم مصاحبه‌ام را تمام کنم. خودم را آماده کردم. چون دوران طالبان بود، حجاب سیاه از تکه کش که در دامانش به دو طرف چاکبر داشت با برجست سیاه همراه با چادر سیاه پوشیدم و با چادرم حجاب کردم. نسبتاً آرایش کردم چون میخواستم این بار واقعاً استخدام شوم و از چهره هم معلوم نشود گویا اولین بارم هست که میخواهم وظیفه اجرا کنم. مادرم را صدا زدم. مادر جان، من آماده‌ام. سعدیه: درست است دخترم، آماده شده میرویم. پدرم در خانه تنها بود. قبل از اینکه آمادگی بگیریم همراه پدرم در این مورد صحبت کرده بودم. گفتم: بابا جان، ما رفتیم، چیزی خوکار نداری از بیرون. غوث‌الدین: نه دخترم، بخیر بروی، متوجه باش این بار اشتباه نکنی، با جرأت باش و نترس. درست است بابا، این بار میگویم آزموده کارم، ببینم سرنوشتم به کجا میرسد. غوث‌الدین: بخیر بروین، خداوند عاصم و نگهدارتان. مادرم آماده شده بود. قرار بود ساعت 10 صبح مصاحبه آغاز شود و حالا بود ساعت 9:30. چون راه دوری نبود، آنقدر عجله نداشتیم. قرار بود در همین نیم ساعت به منزل برسیم. از خانه حرکت کردیم. طرف راه روی کابل جلال آباد تا در موترهای لینی نشسته و در مقابل مارکت مکریان کهنه پایین شویم. چون شفاخانه‌ای که قرار بود مصاحبه داشته باشیم در همان موقعیت بود. یک موتر لینی پیدا شد، اما تا دروازه پر بود. تمامش مرد در آن زمان طالبان نمیگذاشتند تا دختر خانم ها در میانه بس ایستاده بمانند. منتظر میموندیم تا موتر دیگر بیاید. مادر جان، اگر موتر خالی پیدا نشود چی کنیم؟ سعدیه: پیدا می شود، عجله نکن، حالا یکتا خواهد آمد. بعد از چند لحظه انتظار موتر هم رسید. من و مادرم در یک سیت 2 نفره نشستیم و موتر حرکت شد. زیاد دلهره داشتم. مسائل را که خواهرم رویا برایم یادآور شده بود که باید مد نظر بگیریم و شاید در مصاحبه سوالات از چنین از من بپرسند مرور می کردم. رویا در یک از شرکت‌های شخصی در بخش خدمات مشتریان کار میکرد و تجربه هم داشت. به من گفته بود در قدم اول باید با جرأت باشم، چون آنها دختران تیز و باهوش نیاز دارند. و در قدم دوم باید دروغ بگویم، آن هم این که آزموده کار هستم و در چندین ارگان که مربوط همین بخش می شود و مثل همین وظیفه بود مصدر خدمت بودم. من هم خودم را جمع جور کرده کلمات و جملات را منسجم می کردم تا چگونه بتوانم تحت تاثیر نامده دروغم را مسلکی بگویم. در همین فکر بودم که مادرم صدا کرد: سعدیه، همین جا پیاده می شویم. کلینر مارکت مکریان کهنه تا شدنی داری؟ برای بخیر. آهسته آهسته از موتر پایین شدیم و من هم دلهره بیشتر می شد. مادر: دستایم می لرزه. سعدیه: بچیم، چی به کشتن خونه می برید؟
یک اینترویو است، میروی خلاص میشه، شد که شد، نشد هیچ، هرچی به خیرت باشد. زیاد میخواهم کامیاب شوم، چون که به خانه ما نزدیک هست. شما هم به تشویش نمیشوین. روزها کوتاه میشه. اگر ناوقت خانه رسیدم هم مشکل نیست. این مقام خاص برای من ساخته شده. اصلاً باید من را قبول کند. اوف. مادرم خندید. به خیرت باشد. میشه، اگر نباشد ناحق خود را آب نکن. به در ورودی شفاخانه رسیدیم. به دختری که دم در نشسته بود از او پرسان کردم. سلام. میبخشید، به مصاحبه کاری آمدم. کجا باید بروم؟ سلام، منزل 4. درست است، تشکر میکنم. منزل 4 رسیدیم. طول راه احساس میکردم قلبم به زمین میافتد. در یکی از چوکی های شفاخانه منتظر بودیم تا یکی بیاید و ازش بپرسیم که باید کجا برویم. از منزل بالاتر شخصی با پیراهن تنبان قهوه‌ای و اسکت سیاه، تنه نسبتاً کلان و چاقتر در پله‌های زینه پایین میشد متوجه ما شد. کسی را کار داشتید؟ نه خیر، به اینترویو آمده ایم. گفتند منزل 4 بیاییم، ما هم منتظر هستیم. گفت نه خیر نی، اینجا نیست، شما دهلیز را به آخر رساندید. در آنجا مدیر نشسته، از او بپرسید که کجا باید بروید، آنجا وقتتان ضایع می شود. گفتم درست است، تشکر می کنم. سادیه، من گفتم اینجا چرا اینقدر خلوت است، پس بابت همین بوده ما موقعیت را اشتباه کردیم. ها، اما مادر، تو از او دختر پرسان کو، من نمیتوانم. سادیه، خب بیا، من پرسان میکنم. ببخشید دخترم، ما به خاطر اینترویو اومدیم، کجا منتظر باشیم؟ مدیره، همین دروازه پهلوی اتاق انتظار است. شما منتظر باشید، وقتی که نفر اینترویو آمد به شما خبر میدهیم. سادیه، درست است. دخترم تشکر. با اتاق انتظار داخل شدیم. یک دختر جوان با طفل خود در آنجا نشسته بود. طفلش زیاد معصوم و کوچک بود. دختر خانم هم حجاب سیاه با روپوش بر تنه داشت. بعد از سلام علیکی ازش پرسیدم شما هم به مصاحبه کاری آمدین؟ گفت بله، بسیار هم وقت آمدیم، چون خانه مادر افشار است. برای اینکه ناوقت نشود وقت حرکت کردیم، اما قسمی که معلوم می شود کسی تا به حال نیامده. گفتم بله. از دخترک پهلوی دروازه پرسیدم. گفت تا حال نفر اینترویو نامده. چند لحظه فضا سکوت را اختیار کرد. من در ذهنم به این افکار درگیر بودم که شاید این دختر نسبت به من لایق تر باشد و یا هم نباشد، چون افغانها بیشتر افراد را نظر به لباسی که پوشیده اند قضاوت میکنند. من هم جز همان افغانانی بودم که چنین تفکر در سر پرونده بودم. چندی بعد ازش پرسیدم شما هم قبلا تجربه کاری داشتید؟ گفت در یکی از شرکت‌ها در بخش خدمات مشتریان کار کردیم. یعنی در این بخش وظیفه اجرا کردیم، اما موقت بود، آنقدر طول نکشید. با خود گفتم حداقل واقعا کار کرده، اگر چه مدت کم بوده، اما من را نگاه کن که قرار است خود را برتر جلوه داده و دروغ بگویم. به دخترک هیچ چیزی نگفتم. سخنانمان همان لحظه قطع شد و دیگر حرف میان ما رد و بدل نشد. مدت طولانی انتظار کشیدم. ساعت 10 قرار داشتم، اما حالا ساعت 11 قبل از ظهر بود و ما هنوز انتظار داشتیم تا کسی بیاید و از ما چیزی بپرسد. چند لحظه در فکر بودم که در ورودی انتظارخانه باز شد. بالا دیدم دختری بود با حجاب سیاه، چادر شکری، چپلی کوری بلند،
شیشه‌ای همراه با دستکول خرد سفید، همرنگ چادرش. وقتی به چهرهش نگاه کردم دیدم با آرایش روی و موی خود هم رسیده بود. دخترک کمی بی‌جرأت و فیشنی بعد از تق تق کردن کوری چبلی‌هایش رسید پهلوی من و بالای کوچ نشست. من هم که نمیخواستم او فکر کند نگاهش میکنم، از کنج چشم دیدم که رنگ ناخن سفید هم رنگ با چادر و دستکول خود زده بود. من که قبلا گفتم ما افغانها مردم را از طرز لباس پوشیدنشان قضاوت میکنیم. این دخترک را هم فکر کردم اولین نفری که استخدام می شود همین هست. من که دختر ساده با لباس ساده و آرایش ساده، آن هم با حجابی که موهایم معلوم نمیشد آمده بودم. فکر می کردم شاید آنها هم معیار را سلیقه بداند و به این دختر بیشتر توجه کند. باز هم به خود دلداری داده می گفتم باید با جرأت باشی، نباید خودت را از دست بدهی. اگر بار قبل یادت باشه بدنه ها و توهین های رویا لینا به فکرت باشه چنین اشتباهی نباید بکنی. این را هم یادآور شوم که این دخترک واسطه قوی هم داشت. دختری که به ما راهنمایی کرده بود تا در اتاق انتظار منتظر باشیم خاله این دخترک فیشنی بود و آمده بود تا دخترک را بفهماند که یک مرحله آسان است و سوالهای نمی پرسد تا تحت تاثیر بیایید یا جواب دادن نتواند. در اصل آن دختر نرس بود، اما نمیدانم من حیث کی به ما راهنمایی کرد. من هم خود را به خدا سپرده بودم. هر کس را خدا می دهد. بنده فقط کوشش خود را می کند. خدا بخواهد هرچی ممکن هست. بعد از چند لحظه انتظار پسری با قد و قامت مناسب و متوسط که پیراهن تنبان بر تن داشت، با ابروی درشت و چهره گندمی در دروازه استاده شد و از من خواست تا اولین نفری که آمده بود برود به اتاق اینتریو. نفر اول همان دختری بود که طفل داشت و از روی دور آمده بود. من بودم اول. پسر گفت درست است، شما اول بیایید. من که قرار بود بعد از او نفر اول بروم قلبم میلرزید. دستانم هاری و از عرق زیاد نم شده بود. تصور میکردم مسائل را که آمادگی گرفته بودم کلا تمامش فراموشم شده است. دخترک از این تریوی خود بسیار عاجل برگشت. من که حیران شده بودم پرسیدم اینقدر زود برگشتی؟ گفت ها خلاص شد. تازه میخواستم بپرسم که چگونه سوال کرد. دخترک نو شروع به حرف زدن میکرد که پسر دوباره آمد و گفت نوبتی کی هست؟ گفتم نوبت من. عجله کن دیگه بیا. من ورخطا شده پسر را تعقیب کردم تا بفهمم دقیق اتاق اصلی در کجا است. پسر گفت آنجا بروید. دیدم داخل اتاق 9 نفر بودند با هم صحبت میکردند. به نظرم یک کاکا بود که به کارمندان چای و غذا تقسیم میکرد. این گونه شخص معلوم میشد اما در آن وقت فقط صحبت میکردند. چیزی نبود که فکر کنم جای چایبان باشد. من یک چند قدمی پیش رفتم. دیدم نمیتوانم سر به خود به اتاق داخل شوم، یا بهتر است بگویم جای داخل شدن نبود، چون در دهن دروازه همان کاکا ایستاده بود. مدت چند ثانیه منتظر ماندم تا گستاخی نشود. دیدم که سخنانشان تمام نمی شود. طاقتم سر رفت. بالاخره گفتم اجازه هست؟ تا این زمان که بالا را نگاه نکرده بودم وقتی شنیدم که گفت شما بفرمایید. همانجا اولین چشم در چشم شدنمان بود. پسری با اندام ظریف و مناسب، قامت متوسط، پیراهن تنبان به رنگ کریمی، چشمان درشت با چهره گندمی. وقتی نگاهش کردم تصور کردم خوشبختی اگر باشد با این باشد، ورنه نباشد. پسری نبود که کسی را به خود جذب کند، اما کار دل است. دل را نمیتوان خوب و بد بفهماند. قسمت اول. قسمت دوم ادامه دارد.